سلام رفقا. پارت اول، چطوری در کمتر از 1 دقیقه اولین ربات تلگرامت رو بسازی؟ بیا تا بهت بگم. اول از همه کتابخونه node-telegram-bot-api رو ریکوایر میکنیم. حالا نوبت تعریف رباته. اون توکنی که از بات فادر گرفتی رو اینجا میذاری و حتما یادت باشه که آپشن پولینگ 2 رو اضافه کنی تا رباتت همین الان آنلاین بشه. حالا میخوایم به دستور استارت جواب بده. با متد آن تکست بهش میگیم هر وقت استارت رو دید سری دست به کار بشه. فقط یه نکته خیلی مهم. توی دستور send message اول msg.chat.id رو مینویسیم و بعد متنی که میخوایم ارسال بشه. مثلا سلام. تموم شد. رباتت الان زنده است و داره کار میکنه. توی پارت بعدی یاد میگیریم چطوری برای رباتمون دکمه‌های شیشه‌ای خفن بسازیم. لایک رو بکوب و منتظر پارت 2 باش.